چون ما به محض که ما میگیم آقا قرآن گفته زمینه‌های گناه رو لغو کنید، سریع میرن سراغ مثلا اولین چیزایی که میزنن تو سر ما همون چیزایی که متاسفانه، من با کمال تاسف دارم میگم، متدینان ما فقط به همونا حساسن. فقط به همونا. یعنی متدین ما را این موقع تحریک کنید، داد بزنه، بکشینید وسط خیابون، اطلاعیه بده، کفن بپوشه، باید یا آواز زنان بهش نشون بدی یا کنسرت مختلط یا بدجابی. با هیچ چیز دیگه تحریک نمیشه. یعنی 100,000 تا بی‌عدالتی درجه 1 و ظلم درجه 1 از فلان اداره فلان، این فقط ممکنه دعا کنه. ولی یک زن رو بهش نشون بده چهار لاغ موش معلومه یا لباسش اینجوری شده یا یک اختلاط پسر و دختر، این با کفن وسط خیابونه. به قول شهید مطهری در آخر الزمان، مخالفت با منکرات بی هزینه مده. یعنی مثلا داد بزنین سر بی‌اجابه هم که بدبخت نمیتونه از خودش دفاع کنه که مملکت مال اسلام دیگه، داد بزنین جو تو فوشش بدی راحت بشی، بعد میگه نه از منکر کردم. سر مسئول اداره نمیره داد بزنه چون هزینه داره، میاد سراغش، باید جواب بده، حراست داره، فلان داره، پیگیری داره، پیگرد قانونی داره. با فساد و رشوه و ارتشاء داد نمیزنه. آقا این بساطه مبناهای ما رو خراب کرده. یعنی ما تا حرف از آزادی میزنیم همه میگن لابد باز میخوان برای حجاب و نمیدونه محدود کردن پسر و دختر فکری بکنن. بس که متدینان راجع به این حساسن، از 20 سالگی حساس بودن، 80 سالشون فقط همین تحریکشون میکنه. دیدی آقا یه سریالی بود نمیدونم فلان شد، یه خانومه با این که دیگه خانم با آقای گفت عزیزم، تموم شد، اسلام دیگه سقوط کرد. که من 10 سال دارم خدمتتون عرض میکنم، میگم آقا هر جا دیدید منکرات مبتذل خیابانی خیلی گنده میشه و توقع دارن نهیش کنید، بدون اون پشت پرده یه دزدی، یه جنایتی داره اتفاق میفته، میخوان لاپوشالیش کنن. یه دزدی 1000 میلیارد یه جا داره جابجا میشه، الحمدلله، مثل که